سلام علیکم بچه‌ها. این درس پنجمی ماست. در درس پنجمی من میخواستم که اویدی ابرپیوند ها با شما صحبت کنیم. ابرپیوند چیست؟ یک گیره، یعنی با ما امکانیت میدهد که از یک سایت به سایت دیگر گذاریم، سیر و گشت کنیم. آسان‌تر کرده فهمونم. و برای همین ما چیکار میکنیم؟ ما حاضر آنها را دیدن میبریم، لیکن پیشک یک چیز را گفته مانیم. ای درس های پیشینه بگیم که برای درس چهارم انیخترش نه رسم ها. برای چرا من رسم ها را گفتم؟ رسم ها در آن شکل گفتم که یک کاری دیگر با رسم ها حاضر میکنیم. خب یک پاپکای دیگر من میسازم. در این پاپکا من می نویسونم، نام این پاپکا رو میمونم. خب چی بگیم؟ img نام این پاپکای من img شد. دو رسمی که من در اینجا گرفتم و داخل img میگذارونم. سببش هم حاضر با شما میگم. سببش در اون است که در آینده ممکن شما هزار یک صورت مانیم در سایت خودتون، همانجا قطعی این حجت یا جای کردن این کمتر مشکل است. بعد گفتم میکردیم کدامش در کجا بود گفتم. خب پاپکای img کردیم، یعنی منوش ایمیج رسم ها را هم در همونجا میمونیم. باز اگر من ابنایت کنم صحیفه را، این هر دو رسم گم می شود. با سبب اینکه این از سراغایی که ما مانده، مثال img اسکویر انیمیشنیک نقطه tj یا اینکه طبیعت نقطه jpg نیفتیم. انیمیشنیک jpg طبیعت jpg نیفتیم. انا اکنون برای که ما اینها رو یابیم، ما در همینجا خطی کج میمونیم. خطی کج، در خطی کج ما پیش از خطی کج می نویسنیم img بوده. اگر خط میکنم img. انا اکنون این رو سخرانی میکنیم. اگر درست شده باشد حاضر صورت بالایی باید پیدا شود. چرا که میبینید این img پیدا شد، یعنی میگوید که با چه سبب img؟ با اون سببی که ایندکس داریم. ایندکس خودش تا راه رو تا پیش خودش درست میکنه. وقتی که تو پیش خود درست کرد، اینجا رو میکند که نیست این پاپکا رو. بعدا میبیند که img است، این دروب است، یعنی میگه پاپکای img این درست شد. اکنون باز یک تلگر img می نویسونیم. خب img یک خطی کج دیگه در اینجا میمونیم. یا لکه سراغم اتوماتیک ضبط میکنه. یا بار دیگه با اینجا اومده ابنایت کنیم، صورت دویمان که پیدا میشه. خب اینا رسمی دویمی ما هم پیدا شد. اکنون ما چی رو سر میکنیم؟ برای گذاشتن سراغ ها، یعنی یک سایت ما با سایت دیگر بذاریم. چرا که در درس یکم گفته بودم نگفته بودم، راستی در خاطر ندارم. سایت ها یعنی یک سایت میتواند از یک چند صفحه عبارت باشه که همین چیزی که هست این سامانه آموزشی صفحه یکمی ما است. یک سایت میتواند از یک صفحه عبارت باشد و یا میتواند از یک چند صفحه عبارت باشد. خب تگ سرلوحه حاضرش در کار نیست میکشیم. شما لکه فهمشتید تگی دویماش با من در کار نیست. این رو همان توضیح میکنم. خب انا از قسمتی بالایی باشد من یک چند چیز ماندنی هم راست دیگر سرلوحه همونم و ایران اینجا ماندنی هم. خب می نویسنم در اینجا من یک تگی نو رو نام میمونم. خب با دقت باشیم حرفی جا میپردیم حریف. یعنی این گفته استده است که همین حریف یعنی جای پیوندم بیام خطا نمیکنم. حریف نامی همون حجتی که من در همونجا موندنیم. مثال می نویسنم. خب چی نویسنم در اونجا؟ نماشتم که
یک فکر کنیم نام این رو سامانه آموزشی موندیم، همونش رو صفحه 2 2 نقطه HTML این رو نویسوندیم. خب در این بعد از این تک ما می نویسونیم گزارش به صفحه 2 زبان رو توجیک میکنیم، گزارش و صفحه 2. اکنون تگ ا رو چون عادتا میپوشیم، چرا که همه تگ های دیگر رو به غرض اینجا پوشیده بودیم. خب نه اینو تگ کج با این ما این تگ رو هم میپوشیم و سخرمید میکنیم. با دقت باشید اینجا رو زیاد نمیکنیم و قسمتی بالایی باید یک چند تا بهرمان در اینجا مونم اینکه این با رسم یک جای نشود برای فهموشیدن. اگر از زیرمونم رسم خطی یک جای میشه مویرد سوز احمدش نمیدیم، سرفراشته نمیدیم. خب نگاه کنید قسمت بالای گزارش به صفحه 2 پیدا شد، رنگش دیگر است. ما اگر با بالای همین بریم این نشوناچه که در اینجا رنگ تیرچه است یعنی اشاره کنک ما این خیلی رنگ است. وقتی که ما با بالای یعنی ابر پیوند میبریم گزارش رنگی و آلیش میشود گزارش به صفحه 2 و از قسمت پایانی براوزر اگر شما نگاه کنید خب سراغ پیدا میشود. همین صفحه با ما رو با کجا روان میکند از قسمت پایانی نشان داده میشود. اگر این رو حاضر من پخش کنم ما رو به یگان جا نمیبرد، با ما میگوید که این پودکلچینی کسیتی برابرت پودکلچینی هلی سیتوی کابلی میگم شما اینترنت ندارین یا که یگان جای ندرسته سوی مارشروریزاتور یا که راه خود را از سرک سنجید. ما قفو برمیگردیم. سببش هم میگم برای چی این گپ رو گفت. سببش در این بود که بازی ما سامانه یعنی صفحه دیم ما تیار نیست، صحده نقطه HTML ما نداریم. انا برای همین من در اینجا یک حجت نوی دیگر میکشایم، نام آن را انا میگونم مینویسونم. خب فایل ادکرید سخنی ناوی، انا این ناوی را من با HTML سر میکنم HTML او زیرشته انا اینقدر بس با فکرم HTML. خب در اینجا بادی ما دیگان چی؟ به این بادی میگیریم بس برای که این صفحه سنجش میشود بادی. در اینجا هم ما میکنیم بادی با سلش میپشونیم. اگر اهمیت داده ایسته باشیم بچه در اینجا یگان رنگی این علیش نشید رنگی بالاگیناش. خب در بین بادی ها می نویسونیم صحیفه 2 تمام صحیفه 2. خب رنگ اینها علیش نشید. سبب علیش نشیدنش در این است که آلی برنامه نمیدوند این چی نمود حجت است، یعنی چی نمود حجت بدن این رو برنامه از حس نکرده است برای اینکه ما این رو با نام HTML سخرانید نکردیم. خب نگذاریم با سخرانید برنامه یکم بارده ما میگوید که با کجا سخرانید کنیم. ما بله درسته همین جایی که با من در کار بود همون جا است. نام اینا که در پایان چخلی که میبینید این یه فایل است نئی یک است. ما این نئی یک رو تازه میکنیم و جای آن منایتونیم چخلی که در آنجا نایسونده بودیم تمام. انا نورمال تکست فایل رو ما پخش میکنیم. از اینجا من باید HTML رو یابم. خب در اینجا یک محشر فایل هست که باید باشد. از بین اینها HTML رو یافتن در کار. انا هایپر تکست مارکوپ لنگویج
HTML. انا این رو انتخاب میکنم. اعدامش نگاه کنیم خودش نقطه HTML پیدا شد. ساخت این رو پخش میکنیم. اینجا رو ببینید دقیقه صفحه ما چگونه شد، یعنی برنگ و برنگ شد. بیایم خب اکنون ما وقتی که با گزارش با صفحه دو رو پخش میکنیم نبینیم صفحه دو همین یک کلمه که نویسنده بودیم از اینجا پیدا شد. خب شما میتونید همین گونه تگ ها را یک محشر مونید. مثال گزارش با صفحه دو بود. من اینجا اکنون برای فهمیدن شما تست دو تا کپی کردم. این را مثال میگیریم گزارش با صفحه 3 صفحه 3 یعنی ابنای تمکینم این همون صفحه دو دامی ایستد. برمیگردیم به گلاونی. اینجا شما تغییر ندادم برای همین. اگر اینجاش هم تغییر نیفته باشد اما این با صفحه 3 ما رو راهنمایی میکنه. چقدر میبینید از حجت صفحه 3 HTML نشون داده ایستاده است. ما فقط انا این جایی که هست اینجا نام همون رو با یگان چین اشاره کردن که با کجا ما را میبرد. خب 3 سخرانی انا این بود طرز گذاشتنی اول پایان ها در سند HTML. شما میتونید اینها رو از پایان هم نویسید. یگان جای مشکلی ندارد. خب تا درس های آینده سربلند خانه آباد باشید.